اولین عکس‌العمل ازبکستان به جنگ در اوکراین یک روز بعد از شروع تجاوز روسیه به خاک اوکراین در خبرها پیدا شد. پرزیدنت شوکت میرزیویف 25 فوریه در این باره با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تلفنی صحبت داشت. اما خدمات مطبوعاتی دو پرزیدنت صحبت آنها را به شیوه‌های گوناگون معرفی کردند. بعداً کرمل اظهار داشت که ازبکستان گویا به عملکرد روسیه در اوکراین با فهمیش واکنش نشان داده است. اما در پیام رسمی تاشکند چنین سطرها نبود. یک روز بعد کاتب مطبوعاتی میرزیویف در اظهاراتش تاکید کرد که ازبکستان در نظام میان روسیه و اوکراین موقع بی‌طرفی را اشغال میکند. با گذشت یک سال از آغاز جنگ تاشکند رسما عقیده بی‌طرفی خود را تغییر نداد. اما همزمان ازبکستان در آسیای مرکزی یکی از اولین ها شده خواستار ختم عملیات جنگی شد. وی از اعتراف جدایی‌خواهان به اصطلاح جمهوری‌های لوهانسک و دونتسک خودداری نمود. در جریان رفراندوم‌های روسیه در مناطق اشغال شده اوکراین تاشکند اعلام داشت که تمامیت ارضی دولت‌ها را احترام می‌کند. در روزهای اول جنگ رسانه‌های روسی نیز کوشش می‌کردند موقع رسمی بیشکک را تخمین کنند. بعد از یک گفتگوی تلفنی صادر جابورов و پوتین ری‌ا نووستی خبر داد که رئیس جمهوری قرقیزستان در این صحبت گویا از اقدامات روسیه برای تجاوز به اوکراین حمایت کرده است. سپس کاتب مطبوعاتی جابورов مجبور شد که توضیح دهد. او فهماند که قرقیزستان جانبدار حل آسایشته نزاع است. در ماه اپریل سال 2022 جابورov برخلاف موقع روسیه جنگ در اوکراین را روی راست جنگ نامید، نه عملیات مخصوص. جابورov همچنین گفت که قرقیزستان در مناقشه بین کیف و مسکو بی‌طرفی را نگاه می‌دارد. بیشکک رسمی تا به حال در این موقعش پابرجاست. درست است که همزمان مقامات قرقیزستان چند بار تظاهرات اعتراضی در نزد سفارت روسیه را قطع کرده به جلب شهروندان زندانیش به جنگ خاموشی را اختیار نموده است. از سوی دیگر وزارت امور خارجه قرقیزستان در نسبت از جانب مسکو اعتراف شدن جمهوری‌های خودخوانده لوهانسک و دونتسک هیچ واکنشی نشان نداده است. اما صادر جابورov همزمان موقع جانبدارانه پوتین را اظهار کرد. اقتباس می‌آورم. شاید این یک تدبیر ضروری برای حفظ اهالی آسایشته قلمروی دنباس بود. در بین کشورهای منطقه شاید جسورترین موقع در جنگ اوکراین از جانب قزاقستان بود. از احتمال دور نیست که این به تیزتون شدن روابط روسیه و قزاقستان و مسئله مقام قلمروهای قزاقستان شمالی مربوط باشد. پس از یک هفته آغاز حمله روسیه به اوکراین، رئیس جمهور قزاقستان توقایف مسکو و کیف را به مذاکره دعوت کرد. سپس از استانه حرفای گفته شدند که باید تمامیت ارضی اوکراین همچون یک دولت مستقل حفظ شود. در قزاقستان از ابتدا جنگ رو جنگ میگویند و وعده میدهند که تحریم‌های غرب ضد روسیه قطعاً رعایت خواهد شد. توقایف همچنین جمهوری‌های خودخوانده لوهانسک و دونتسک رو جدایی‌خواهان نامید و توضیح داد که قزاقستان هیچگاه کشورهای خودخوانده را اعتراف نکرده است. استانه رسمی نه یک بار و دو بار مجبور شده است که از حمله‌های وزارت کارهای خارجه روسیه کناره‌گیری کند. مثلا به دلیل نصب یورت‌های شکست‌ناپذیر قزاقی در بوچه و کیف. طول این یک سال در پاسخ مقامات روسیه بارها قزاقستان را به گویا افزایش ملتگرایی گناهکار و حتی با سینه‌رای اوکراین تهدید کردند. مقامات توجیک بار نخست درباره جنگ اوکراین همگی یک هفته پیش از سالگرد آن اظهار نظر کردند. قبلا در این باره بیانیه دادن نشده است. سیروژدین موهریدین وزیر امور خارجه این کشور گفت دوشنبه جانبداری ختم هر چه زودتر جنگ است و تاکید کرد که تاجیکستان به طور عنعنوی هم با روسیه و هم با اوکراین روابط خوب دارد. وی همچنین گفت کشورش مخالف اشتراک شهروندان تاجیکستان مهاجران تاجیک در روسیه در عملیات جنگی میباشد. آنها مثل قرقیزها هم به جزو های جنگی و هم برای کار در قلمروهای اشغالی اوکراین فعالانه جلب می شوند. ترکمنستان قریب هیچگاه در مسئله های سیاست خارجی سخن نمیگوید. کشور بیش از 20 سال باز رسما بی‌طرف بود. اما رسانه های محلی پیوسته گزارش میدهند که اشغابات در درگیری های نظامی در اوکراین به روسیه میل دارد. مثلا خبرنگاران بخش ترکمنی رادیو آزادی نوشتند که مقامات ترکمن واخوری های برگزار میکنند که در جریان آن غرب را انگیزنده جنگ اوکراین مینامند. حادثه دیگر قابل توجه این است که در جلسه شورای وزیران سازمان امنیت و همکاری اروپا در آغاز ماه دکامبر نماینده ترکمنستان همراه امان نظروف هنگام سخنرانی وزیر کارهای خارجه اوکراین دیمیتری کولبا طالع را ترک کرد، ولی پس از انجام سخنرانی همتای اوکراینش در حال به جایش برگشت.